أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب فی مسائل من الدعاء، یعنی باب در مسئله چند درباره دعا. باب در چند از مسئله های درباره دعا کردن. پس ما و شما از این باب چند حدیثش را گرفتیم. درس امروزه امان از زیر حدیثی 1499 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1499 می گوید: وعن ابی امامه رضی الله عنه قال، یعنی از ابو امامه رضی الله عنه روایت است که گفت: قیل لرسول الله صلی الله علیه و سلم، گفته شد برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم: ای الدعاء اسمع، کدام دعا قابل اجابت است و کدام دعا اسمع هست، یعنی به استجابت نزدیکتر کدام دعا می باشد. در کدام وقت دعا کنیم که به استجابت و به قبول شدن درگاه الهی نزدیکتر و قابل قبول باشد. قال، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که جوف اللیل الاخر، یعنی در دل نیمه پایانی شب، یعنی در آخر شب، این وقت استجابت دعا هست. و دبر الصلوات المکتوبات، همچنین در پایان نمازهای فرضی، بعد از نمازهای فرضی دعا کردن همچنین وقتی استجابت دعا هست. این وقت‌هایی است که به استجابت بسیار نزدیک و قابل استجابت می باشد. یعنی در این دو وقت هر کسی که دعا کند دعایش به اجابت نزدیک است. رواه الترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن، امام ترمذی میگوید این حدیث حسن می باشد. این بود حدیث 1499 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی رحمه الله حدیث 1500 کتاب ریاض الصالحینش را آورده، چنین میگوید که وعن عبادة بن الصامت رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1500 کتاب ریاض الصالحین میگوید از عباده ابن صامت رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ما علی الارض مسلم یدعو الله تعالی بدعوة الا اتاه الله ایاها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم او قطيعة رحم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ما علی الارض مسلم، یعنی که هر مسلمانی که در بالای زمین هست، یدعو الله تعالی بدعوة، طلب بکند از الله جل جلاله، به طلب یا درخواست از الله سبحانه و تعالی بکند، الا اتاه الله ایاها، الله جل جلاله خواسته اش را برای اون انسان میدهد. یعنی هر بنده مسلمانی که در بالای زمین دعا بکند، الله جل جلاله خواسته اش را برایش میدهد. او صرف عنه من السوء مثلها، یا الله جل جلاله دور میگرداند از اون انسان بدی را به مثل همون دعای کردگیش، به همان اندازه دعا کردگیش الله سبحانه و تعالی بدی را از اون انسان دور میگرداند. ما لم یدع باثم، یعنی به شرطی که
دعاش به گناه نباشد، یعنی یگان چیزی حرام را طلب نکرده ایستاده باشد، او قطیعت رحمین یا قطع سیله رحم را طلب نکرده ایستاده باشد. اگر از همین دو چیز دور باشد، یعنی که از حرام و از قطع سیله رحم دور باشد، اگر الله سبحانه و تعالی دعای اون انسان را قبول میکند، یا الله سبحانه و تعالی به همان اندازه دعا کردگیش کدام بدی را، کدام شر و سوء را از اون انسان الله دور میگرداند. فقال رجل من القوم، پس گفت مرد از بین اون قومی که بودن، از بین اونها مرد گفت که اذن نکثرو، گفتن پس بیشتر دعا میکنیم، نکثرو یعنی دعامون زیادتر میکنیم. قال الله اکثرو، پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله بیشتر است، یعنی که احسان الله سبحانه و تعالی بیشتر است، بسیارتر است. هرچند که شما دعا را زیاد کردید، الله سبحانه و تعالی را فضلش و احسانش از اون دم بالاتر و زیادتر است، دعای شما را قبول خواهد کرد. رواه ترمذی، این حدیث را امام ترمذی روایت کردگی است. و قال حدیث حسن صحیح، امام ترمذی میگوید که این حدیث حسن و صحیح می باشد. و رواه الحاکم من روایت ابی سعید و زاد فیه، و همچنین روایت کردگی از حاکم از روایت ابو سعید و زیاد کردگی است در روایتش حاکم، یعنی در روایت کردگیش زیادتی آوردگی است. میگوید که او یدخر له من الاجر مثلها، یا یعنی که این دعای کردگیش ذخیره می شود برای اون انسان از پاداش به همان اندازه دعای کردگیش، یعنی چقدر دعا را زیادتر کرد پاداشش زیادتر، چند قدر دعا بکند به اندازه همون دعای کردگیش در نامه اعمال اون انسان ذخیره می شود اجر و پاداشه. پس ما و شما درس گذشته بنده بر سمع شما رسانیدم که دعا سه حالت دارد. حالت اولش همین است که الله سبحانه و تعالی قبول میکند دعای شما را و هر چیزی که میخواهید برای شما میدهد. این یکم حالت دعا هست. پیغمبرم در اینجا گفت در این حدیث که اتاه الله ایاها، یعنی که بنده مومن وقتی دعا میکند اولین حالتش همین است که الله اون انسان رو خواسته اش براش میدهد. و دوم گفتیم الله سبحانه و تعالی بدی را به سبب اون دعا، یعنی اون چیزی که خواست الله اون را براش نمیدهد، اما بدی را از این انسان دور میگرداند. پیغمبرم در این حدیث گفت که صرف عنه من سوء مثلها، الله سبحانه و تعالی دور میگرداند از اون بنده بدی را به مانندی به مثل به همان اندازه دعای کردگیش. و حاکم روایت کرد در سوم قسم، گفتیم سوم قسم دعا الله سبحانه و تعالی اون چیزی خواسته تا برات نمیدهد یا یگان بدی را از تو دور نمیگرداند، بلکه در نامه اعمال تو اجر و پاداش می نویسد. چطوری که حاکم روایت کرده است که و یدخر له من الاجر مثلها، یعنی ذخیره می شود برای اون انسان پاداش مثل به همان اندازه دعای کردگیش در نامه اعمالش. پس دعا سه حالت دارد. از این حساب است که بنده نباید از دعا کردن دست بکشد. پس الله سبحانه و تعالی هم وقتی که ما یک چیز را طلب میکنیم الله برای ما نمیدهد، ما اون چیز را دوست میداریم، الله که نمیدهد حتما در این چی حکمتی هست. چطوری که الله در سوره بقره آیت 216 میگوید و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم، و شما چیزی را شاید که شما چیزی را بد ببینید اون چیز برای شما خوب باشد، چیزی را که نمیخواهید بد میبینید اون برای شما شاید خوب باشد. و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم، و شاید چیزی را شما دوست بدارید اون چیز برای شما بد باشد. والله یعلم و انتم لا تعلمون، الله هست که میداند شما نمیدانید. پس الله سبحانه و تعالی را یک چیز طلب میکنیم برای ما نمیدهد، حتما اون چیز برای ما خوبی ندارد که الله اون را برای ما نمیدهد و بدی را از ما دور میکند یا در نامه اعمال ما
اجر و پاداش را ثبت میگرداند. اما گفتیم دعا اگر دو چیز باشد الله قبولش نمیکند. یکم اگر یگان چیزی حرام انسان طلب بکند یا قطع صله رحم را از الله طلب بکند، الله سبحانه و تعالی قبول نمیکند. الله سبحانه و تعالی میگوید که انه لا یفلح الظالمون. الله سبحانه و تعالی ستمگاران را پیروز نمیگرداند. الله سبحانه و تعالی رستگاری و پیروزی را برای انسانهای ستمگار نصیب نمیگرداند. پس ستمگار کی است؟ انسانی که یک چیز حرام طلب میکند، پس اون انسان ستمگار است، اون انسان ظالم است. یا انسانی که قطع صله رحم را طلب میکند از الله سبحانه و تعالی، اون انسان هم ظالم است. الله سبحانه و تعالی این انسانهای ظالم را، دعاهایشان را، طلبهایشان را قبول نمی کند. پس این بود حدیث 1500 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این امام نووی در زیر حدیث 1501 کتاب ریاض الصالحین میگوید وعن ابن مسعود رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه و سلم كان يقول عند الكرب. یعنی از ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم می گفتند در هنگام اندوهگین شدنشان، هنگامی که یگان حالت اندوهگینی و غمگینی و پریشانی پیش می آمد، در این صورت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گفتند که لا اله الا الله العظیم الحلیم، لا اله الا الله رب العرش العظیم، لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حالتهای اندوهگینی و غمگینی و پریشان حالی این دعا را می گفتند. این حدیث متفق علیه است. پس این دعا و این ذکر چی معنا دارد؟ لا اله الا الله العظیم الحلیم، یعنی نیست معبودی بر حق بجز الله که بزرگ و صبور است. همون الله حلیم و همون الله بزرگ فقط و فقط شایسته عبادت است. لا اله الا الله رب العرش العظیم، نیست معبودی بر حق بجز الله که پروردگاری عرش بزرگ است. لا اله الا الله رب السماوات و رب الارض و رب العرش الكریم، نیست معبودی بر حق بجز الله که پروردگار آسمان ها و پروردگار زمین و پروردگار عرش کریم می باشد. پس انا همون الله شایسته عبادت می باشد. این حدیث متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1501 کتاب ریاض الصالحین. با همین باب در چند از مسئله های درباره دعا به آخر رسید. اکنون میگذاریم به باب نو میگوید باب کرامات الاولیاء و فضلهم، یعنی باب در مسئله کرامات اولیاء و فضل و بزرگی اولیاء، فضیلتی که اولیاء دارند. اولیاء الله، زیرا که اولیاء به دو قسم تقسیم می شود، اولیاء الله هست و اولیاء شیطان. اولیاء الله جل جلاله کرامات های دارند و اولیاء الله جل جلاله، دوستان الله جل جلاله، اونها فضیلت دارند. اما اولیاء شیطان نه فضیلت دارد و نه کرامات، بجز از دروغ و شیطنت، بجز از فریب دادن مردم، چیزی همراه خودشان ندارند اولیاء شیطان. پس امام نووی رحمه الله در زیر این باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء برای ما و شما 4 آیت تقدیم میکند. بعد از اون میگذرد به قسم حدیث ها. اولین آیت که امام نووی رحمه الله میارد سوره یونس آیت 62 63 و 64 می باشد که میگوید قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی فرموده است که، الله سبحانه و تعالی در سوره یونس آیت 62 میگوید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی آگاه باشه که
اولیاء الله، دوستان الله، لا خوف علیهم، ترس ندارن از چیزی رو از دست دادن در این دنیا. در دنیا ترس ندارن، نه از کسی و نه از چیزی رو از دست دادن، زیرا که اولیاء الله با خودشون ایمان دارن، پس ترس در این دنیا ندارن. ولا هم یحزنون، دوستان الله همچنین غمگین هم نمی شوند. وقتی که ملائکه قبض روح میاد، روح اونها را قبض میکند، اونها دیگر غمگین نمیشوند که ای کاش که من در دنیا فلان فلان کارها را میکردم یا فلان فلان کارها را نمیکردم. دیگر غمگینی همراه دوستان الله وجود ندارد، زیرا اینکه دوستان الله در زیر قانون الله و در زیر فرمان الله جل جلاله زندگی بر سر که میبرند. هر زمانی که عمرشون به پایان رسید، با خوشی و خرسندی جانهای خود را تسلیم الهی میگردانند. الذين آمنوا و كانوا يتقون، اولیای الله کی هستند؟ الذين آمنوا، اون کسانی که ایمان آوردند. اولیای الله آنهایی هستند که ایمان آوردند و كانوا يتقون، و همچنین پرهیزگار و تقوا را پیشه کردند، پرهیزگاری را پیشه کردن. این صفتهای دوستان الله هست. پس برای این طور انسان ها چی بشارت و چی مژده هست، چی فایده میبینند دوستان الله؟ لهم البشرا فی الحیات الدنیا، برای دوستان الله مژده هست، برایشان خبری خوش است. فی الحیات الدنیا، در همین دنیا، یعنی در حالت مرگ، وقتی که ملک الموت میآید برای قبض کردن روح دوستی الله، برای اون بشارت میدهد به جنت. ملائکه خوب صورت و خوش صورت و بسیار ملایم و نرم به نزدش میآید. برای این انسان دوست الله را یک مژده بزرگ است که این با خرسندی جان خود را به حق تسلیم میکند. در دنیا برای دوستان الله مژده هست، خبری خوش است. و فی الاخرتی، و همچنین در روز قیامت هم برای دوستان الله مژده و خبر خوب است، یعنی که رازگی الله، جمال الله، جنت پرناز و نعمت برای دوستان الله جل جلاله می باشد. لا تبدیل لکلمات الله، تغییر و تبدیل در وعده ها و سخن های الله جل جلاله وجود ندارد. الله سبحانه و تعالی خبر دادگی است که دوستان الله در دنیا مژده دارند و در آخرت هم مژده و خبر خوب براشان هست. دوستان الله در دنیا ترس ندارند و غمگین هم نمیشوند پیش از جان را به حق تسلیم کردن. پس لا تبدیل لکلمات الله، تبدیل، تغییر، دیگرگون شوی در سخنان و وعده های الهی وجود ندارد. الله چیزی را وعده که کرد در اون وعده اش می ایستد، برای دوستانش اون وعده کردگیش را می دهد. ذالک هو الفوز العظیم، آن یعنی همون وعده الهی که پیروزی بزرگ است. الله سبحانه و تعالی برای دوستانش پیروزی بزرگ را وعده دادگی هست. این بود سوره یونس، اولین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء آورده است. و دومین آیتی که امام نووی رحمه الله میارد میگد و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره مریم آیت 25 و 26، الله سبحانه و تعالی برای ولیه خود، برای دوست نزدیک خود مریم علیها السلام گفته است که و هزی الیک بجذع النخلة تساقط علیک رطبا جنیا. الله سبحانه و تعالی میگه و هزی الیک بجذع النخلة، یعنی که تکان بده، بجنبان به سوی خودت تنه اون خرما را، اون ریشه و بگیم اون کنده خرما که هست، کنده خرما را بجنبان، تساقط علیک رطبا جنیا، پس برای تو می افتد در نزد تو خرماهای تر و تازه، خرماهای آماده چیندن، یعنی خرمایی
دستچین بسیار ملایم و بسیار آماده خوردن در نزد تو می افتد. پس ببینید الله جل جلاله برای مریم علیه السلام میگوید که ای مریم، وقتی که مریم علیه السلام درد کودکش که گرفت به بیخی درخت خرما را که رفت، در اون صورت حضرت مریم علیه السلام میگوید که من آماده بودم که جانم را به حق تسلیم بکنم، زیرا که از دردی زایمان، دردی تولد کردن بسیار سختی است. پس وقتی که این در حالت دشواری بود، در حالت وزمینی بود، الله جل جلاله به این دوستش مریم علیه السلام فرمان داد که ای مریم، اون تنه خرما را تکان بده، تنه خرما را بجنبان. پس شما تصور کنید تنه خرما چند قدر قفس است. آیا میتواند یک انسان تنه خرما را بجنباند؟ الله سبحانه و تعالی وقتی که برای دوستش فرمان میدهد تنه خرما را بجنبان، پس اون خرما با همون با قوتی و با اون قفسیش آماده جنبیدن میشود برای این دوستی الله. وقتی حضرت مریم علیه السلام دستش را در اون میماند و تکان میدهد، اون خرما با همون قفسی کندهش میلرزد، میجنبد و در نزد مریم علیه السلام خرماهای تر و تازه، خرماهای نورس، خرماهای تازه به نزدش میفرایند، به نزدش میافتند. حتی افتیدن، ببینید وقتی که شما درخت را بجنبانید میوه پخته از بالا بغلطد در زمین خاکالود میشود. وقتی حضرت مریم علیه السلام وقتی اون درخت را تکان داد، درخت خرما را، خرماها آهسته به نزد حضرت مریم فرود آمدند و ریختند. ببینید الله سبحانه و تعالی برای ولی خود، برای دوست خود چطور طعام میدهد. پس الله سبحانه و تعالی میگه فکولی واشربی و قری عینا. الله سبحانه و تعالی میگه پس بخور، میگوید از این خرما. واشربی در پیشش آب گوارا هم بود، اکنون از اون آب گوارا هم پیدا که شد، گو از اون آب گوارا هم بنوش، از اون آب بامزه و آب زلال هم استفاده برده بنوش. و قری عینا، و چشمانت را روشن بدار، شاد باش، خرسند باش ای مریم علیه السلام. الله سبحانه و تعالی برای این دوستش این طور مهمانداری کرد یا این طور نعمتش را برایش رسانید. این بود سوره مریم آیت 25 و 26. و این دومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء آورده است. و سومین آیتی که امام نووی رحمه الله در زیر باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء میارد سوره آل عمران آیت 37 است. امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیت 37 گفتگی است که كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هر زمانی که می در آمد نزد مریم علیه السلام زکریا علیه السلام در محراب مریم علیه السلام، یعنی به اون عبادتگاه مریم که می در آمد، وجد عندها رزقا، در نزد مریم رزقی تر و تازه را می دید، میوه های تر و تازه را می دید. در تابستان می دید که میوه های زمستانه تر و تازه هست، در زمستان می دید که میوه های تابستانه تر و تازه هست. همه نمود میوه تر و تازه در نزدش که بود. پس قال یا مریم ان لکی هذا، زکریا گفت که ای مریم از کجا می آید برای تو این رزق، این میوه های تر و تازه از کجا به نزد تو می آید؟ قالت هو من عند الله، حضرت مریم علیه السلام میگوید که اون از نزد الله جل جلاله است. این میوه هایی که میبینی، این رزقی که میبینی، اینها همه از جانب الله است. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله جل جلاله رزق میدهد هر کسی را که بخواهد بدون حساب، بدون اندازه معین. الله سبحانه و تعالی فراوان برایش رزق را نصیب میگرداند. الله اکبر. ببینید الله سبحانه و تعالی دوستان خودش را خوار و ذلیل نمیگرداند، در هر کجایی که باشد اونها را سرفراز و سربلند و
خرم و شادشان میگرداند. الله سبحانه و تعالی برای مریم علیه السلام این طور تقدیم میکرد، میوه های تر و تازه را، رزق فراوان برایش میداد. این بود سومین آیت در زیر باب کرامات اولیاء و فضیلتشان. و چهارم آیت که امام نووی رحمه الله در زیر باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء می آورد، سوره کهف آیت 16 و 17 می باشد. امام نووی رحمه الله میگوید و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی در سوره کهف آیت 16 و 17 گفته است که و اذ اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، و هنگامی که کنارگیری کردید شما از آنها و هر آن چیزی را که اونها عبادت میکردن، شما از معبودهای باطل اونها، ای اصحاب کهف، از معبود باطل آنها شما کنارجویی کردید، الا الله، بجز الله، یعنی به سوی الله رفتید و از عبادت غیر الله شما کنارجویی کردید، از قومتون که غیر الله را میپرستیدن، حتی از قومتون شما کنارگیری و دوری جستید. فاووا الی الکهف، الله سبحانه و تعالی میگوید که پناه برید به کهف، یعنی که اونها منزل قرار بدید شما اون غار را، اون کهف را. ینشر لکم ربکم من رحمته، یعنی اصحاب کهف یک دیگر را میگفتند که فاووا الی الکهف، هنگامی که ما و شما گفتن کنارگیری کردیم از قومان و آن چیزی که عبادت میکردن غیر الله، از اینها ما و شما کنارگیری کردیم، فاووا الی الکهف، پس بیا گفتن همه یک جا پناه میبریم و منزل قرار میدیم آن غار را. اصحاب کهف همه گریختن به غار رفتن. ینشر لکم ربکم من رحمته، یعنی توصیه میبخشد الله سبحانه و تعالی برای شما از رحمت خیش، پروردگارتون از رحمت خیش برای شما توصیه میبخشد، رحمتش را بالای شما زیاد میگرداند. و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و الله سبحانه و تعالی آسان میکند، الله آماده میسازد برای شما کارهایتان را، مرفقا، اسباب زندگی را برای شما الله آسان میگرداند. یعنی اصحاب کهف یک دیگر گفتن پس بیاین یک جا میگریزیم به بالای کوه، به داخل غار میرویم، الله سبحانه و تعالی از رحمت خودش برای ما آسان میکند و آماده میسازد اسباب زندگی را در همون داخل غار ما و شما زندگی میکنیم. پس اینها گریختن به داخل غار رفتن. الله سبحانه و تعالی اکنون حالت اینها را میگوید که الله از این دوستان خودش، از این اولیاء الله، الله سبحانه و تعالی چیکارشون کرد؟ میگه و تر الشمس اذا طلعت، و دیدی شمس را هنگامی که توی بنده آفتاب را میبینی، اذا طلعت، هنگامی که آفتاب میبرآمد، تزاوروا عن کهفهم، میل میکند آفتاب از غار اونها، یعنی که آفتاب اون شعله گرمیش بر بالای این اصحاب کهف نمیزد، بلکه این اصحاب کهف آفتاب بگیم از اینها میل میکرد تا اینکه به اینها نزند و به اینها نرسد و اینها را اون گوشت و اون پوست و استخوان بدنشان ضرر نرساند. تزاوروا عن کهفهم، یعنی آفتاب در وقت برآمدن میل میکرد از غار اینها، یک جانبه که بالای اینها آفتاب، شعله آفتاب نرسد. ذات الیمینی، در وقت برآمدن میگه به طرف راست میل میکرد آفتاب تا اینکه شعلهش به بالای این اصحاب کهف نرسد. و اذا غربت تقرضهم ذات الشمالی، و هنگامی که آفتاب فرو رفتنی که میشد در وقت غروب، تقرضهم ذات الشمالی، یعنی کنارگیری میکرد با اینها را، دوری میجوست از اینها به طرف چپ تا اینکه همون آفتاب شعلهش، همون آفتاب گرمیش با بالای این اصحاب کهف نرسد، زیرا اینکه اگر آفتاب که برسد پس گوشت بدن اونها، پوست بدن اونها ضرر مییابد. پس الله سبحانه و تعالی همین طور خلق کردگی بود، آفتاب را قرار دادگی بود که با بالای اونها شعلهش نمیرسید. در وقت برآمدن به طرف راست کمتر میل میکرد که آفتاب شعلهش به داخل اونها نرود، به بالای اونها نرسد. در وقت غروب آفتاب به طرف چپ آفتاب میل میکرد تا اینکه شعلهش
به بالای اون اصحاب کهف نرسد. الله اکبر. پس ببینید الله سبحانه و تعالی برای دوستان خودش چی طور مهیا میکند زندگی و حیات را. پس دوستی الله گشتن این بسیار آسان است که الله برای انسان توفیق بتید ایمان کامل بیارد و تقوا را پیشه بکند. این انسان میگردد از جمله دوستان الله جل جلاله. پس ما و شما اصحاب کهف را تاریخش را میدانیم که یک گروهی از جوانان وقتی که مسلمان و یک تا پرست که بودند، اون پادشاه اون زمان بسیار پادشاه ظالم و بسیار پادشاه بت پرستی کثیف و خبیث که بود، اینها را نگذاشتن یک تا پرستی بکنند. پس اینها دین خود را گرفتند و به طرف غار گریختند، به طرف غار رفتند به کهف. در داخل آن غار الله سبحانه و تعالی اینها را خوابانید مدت 309 سال. بعد از 309 سال این جوانها وقتی که از خواب خیستن، آن سومی که همراهشان بود، آن سوم در دستشان و حتی از بدن اونها یک چیز کم و زیاد شدگی نبود. چطوری که انسان چند دقیقه خواب میشوی میخیزی، انا همون طور بود. نه موی سراشان دراز و کوتاه، نه ناخوناشان دراز و کوتاه، چی طوری که بود عیناً همون خیل. الله سبحانه و تعالی اونها را نگاه داشته بود. پس اینها بعد از 309 سال خیستند و گشنه که بودن به شهر برای خرید طعام رفتن و بعد از رفتن احساس کردن و دیدن که اینها از مدتی این خواب اینها و اون مردمی که حالا در بازار هستند چند صد سال گذشتگی هست. الله اکبر. پس ببینید الله سبحانه و تعالی دوستان خودش را چی طور حفظ میکند، دوستان خودش را چی طور نگاه میکند. پس برادران عزیز و مهربان، دوستان اولیاء گردید. الله سبحانه و تعالی در هر کجایی که باشید شما را حفظ میکند و شما را نگاه میدارد. پس این بود 4 آیت در زیر باب کرامات اولیاء و فضیلت اولیاء. با این آیت های این باب به آخر رسید. بعد از این قسم حدیث های باب کرامات اولیاء شروع می شود. حدیث 1502 کتاب ریاض الصالحین هست. انشاءالله این حدیث 1502 کتاب ریاض الصالحین را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزهمان. با همین درس امروزه را به پایان می رسانم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.